پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند للصائم فرحتان، برای انسان روزدار دو تا خوشحالی هست. فرحتون عند فطره، یه خوشحالیش هنگامی که میخواد افطار بکنه، چون استقامت کرده، صبور بوده، خصوصا تو مناطق گرمسیر. اگه تو تابستان هم باشه که روز دیگه 15-16 ساعت میشه، طولانی میشه، گرمای هوا 45-50 میشه. الان کم کم دیگه داره هوا خنک میشه، چند سال دیگه رمضان تو هوای خنک واقع میشه. قبلا هم بهتون گفتم که رمضان از رمدا گرفته شده، یعنی شدت تابش آفتاب بر ریگ‌های بیابان، که این ریگ‌ها اونقدر داغ بشه که پای فسیل شتر، یعنی بچه شتری که حالا تازه به دنیا آمده یا چند ماهش بیشتر نیست، کف پاش نازکه، میسوزونه. در حقیقت این رمضان از رمدا گرفته شده. در یک جمله یعنی روزه یک پوری گناه سوزی است، شیمی درمانی معنوی است. گناه ها رو میسوزونه. این روزه مال منه، خاصه و من خودم پاداشش میدم. میگه پاداش نماز خدا نمیده، پاداش تلاوت خدا نمیده، پاداش صدقه خدا نمیده، پاداش همه چیز خدا میده. علما میگن انسان باید بین رجا و خوف باشه. حالت انسان مسلمان همیشه در طول زندگی باید بین امید و ترس باشه. امید انگیزه تو رو چند برابر میکنه برای گامهای بعدی که برید به طرف هدف، و خوف بازدارنده هست. ترس از خدا مانع میشه که تو اشتباه نکنید، به خطا نرید، دچار لغزش نشید. استقامت لازم هست. کسی که استقامت بکنه، سلام وترم با امام بده، این نماز براش قیام شب نوشته میشه. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. پیامبر درباره روز رمضان صلی الله علیه و سلم فرمودن من صام رمضان ایمانا و احتسابا. درباره شب‌های رمضان گفته من قام رمضان ایمانا و احتسابا. ولی پاداشش هر دو یکیه. گفته کسی که رمضان و روزه بگیره بر مبنای ایمان و اعتقادش و احتساب اجر و پاداش نزد خدا، غفر له ما تقدم من ذنبه، سبب غفران کل گناههای سابقش میشه. بعد درباره شبش گفته و من قام رمضان ایمانا و احتسابا، کسی که شبهای رمضان به قیام بیسته با تلاوت قرآن و استقامت بکنه، با امام شروع بکنه، با امام انصراف بده، اونم غفر له ما تقدم من ذنبه. اینجا حتی اشاره به عدد رکعات هم نکرده، گفته من قام رمضان ایمانا و احتسابا. اجماع مسلمان ها الان در کل جهان اسلام بر 10 سلامه. برای کسی یه سلام هم خوند، 2 سلام هم خوند، به حسب استطاعتش و وقتش قبوله، هیچ حرجی نیست. ولی یه سوال اینجاست، اون بچه زرنگ هایی که خوب درس میکنن روز 9 ساعت، اون دانشجوهای فهیم که آینده براشون خیلی مهمه، بعضی دانشجوها روز 9 ساعت مطالعه مفید در رو میبندن تو یک اتاق پشت در بسته، هیچ چیزی که افکارشون رو منحرف بکنی نیست، یک اتاق ساده در رو میبندن، اعتکاف میکنن، اعتکاف علمی، 9 ساعت مطالعه مفید. حالا سوال اینجاست که اگر دانش آموزی درس نخوند، تنبلی کرد، تجدید آورد، نمره های 3، 4، 5، بعضا 0،
خب معلم چند بهش میده؟ 20. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو ز جو. تو برای 5 خوندی، خود دیگه نباید انتظار 20 داشته باشی. خب درس نخوند، به اندازه 2 خوند، معلم 2 بهش میده. اصلا نخوند 0 بهش میده. یک دفعه یا تجدید میشه پایان فصل یا مردود میشه. یه فرصت دیگه بهش میدن تو شهریور، درسته؟ جزو تجدیداست دیگه. اگر تو شهریور درساشو خوب خوند، نمرشو آورد، دوباره اون 0 که تو خرداد گرفته و 2 و 5 و 6 و اینا بهش میدن، یا نمره قبولی بهش میدن. قبولی بهش میدن. میتونه بره کلاس بالاتر سال دیگه اگر تو شهریور چه نمره آورد. اگر نمره آورد معدلش تو شهریور 20 شد، آیا معلم سرزنشش میکنه؟ نمره های 20شو کم میکنه چون تو خرداد 0 گرفتید، این 20 اصلا قبول نیست، تو باید دوباره هم کلاس اول بشینید؟ به نظر شما؟ نه. شاید بگید چه منظورت چیه؟ منظورم اینه که اگه یه وقتی خودمونم تنبلی کردیم، کم آوردیم، خطا کردیم، لغزش پیدا کردیم، نمره های نمازمون، نمره های اخلاقمون، نمره های طهارت و پاکیمون، نمره های صدقمون، نمره های تلاوتمون، نمره های خدمتمون به خلق خدا و اینا کمتر از 10 شد، بعد رمضان سر رسید، تصمیم گرفتیم که درس بخونیم. خوب، نمره هامون تو رمضان 20 شد، یعنی خدا برای ما همون 0 قبلی رو میذاره. الان دیگه خودمون دانش آموز درس خون و مؤدبی شدیم دیگه. این داستان هر وقتی تصمیم بگیری درس بخونی، خدا تو رو قبول میکنه. هر وقتی تصمیم بگیری خوب بشید، خدا تو رو میپذیره. اصلا نگاه به اون صفرات نمیکنه. کافیست که یه اشاره‌ای بکنید که خدا بفهمه تو داری باز میگردید. تو تصمیم گرفتی بر بگردید. تو تصمیم گرفتید عوض بشید. تو تصمیم گرفتید گذشته رو جبران بکنید. این رمضان برای اینه.